10 حرکت ورزشی ساده برای تقویت تمام عضلات بدن در خانه. ورزش که از زندگی بره خیلی چیزا رو با خودش میبره. مغز ما برای خوب کار کردن و حس خوب محتاج ترشح هورمون‌های مختلفه. دوپامین یکی از همین هورمون هست. بهترین و خالص‌ترین دوپامینی که توی بدن ترشح میشه حاصل ورزشه. و وقتی که ورزش نکنید مجبور میشید با دوپامین‌های ارزون و لحظه‌ای مغزتون رو گول بزنید. درود بر همراهان عزیز چنل تکسون تاپ 10. امیدوارم حالتون خوب باشه. با یه ویدیوی ورزشی دیگه مخصوص اون دسته از عزیزانی که تایم باشگاه رفتن رو ندارن در خدمتتون هستیم. پس چنلمون رو سابسکرایب کنید اگه این کارو نکردید و با فعال کردن زنگوله از جدیدترین ویدیوهامون مطلع بشید. 1. لانگ، ساده ترین ورزش در خانه. به چالش انداختن تعادل بدن بخش مهمی از تمرینات ورزشی به شمار میره. این حرکت به خوبی تعادل بدن رو به چالش میکشه. قدرت پا و باسن رو افزایش میده و باعث ارتقاء عملکردهای بدن میشه. برای انجام این حرکت هیچ محدودیتی ندارید. فقط چند متری فضا لازم دارید. قدم ها رو بلند بردارید و روی انقباض ماهیچه ها متمرکز باشید. 2. شنا، بهترین ورزش در خانه. این حرکت که از ابتدایی ترین حرکات بدنی تعداد عضلات زیادی رو درگیر میکنه که این میتونه برای کسی که باشگاه نمیره عالی باشه. در انجام شنا عجولانه تمرین نکنید و با حوصله و آرامش حرکت رو به انجام برسونید. توی این حرکت اگه دستها رو به هم نزدیک کنید بیشتر فشار به عضلات پشت بازو و اگه دستها رو باز از هم نگه دارید بخش اعظم فشار به عضلات سینه وارد میشه. 3. اسکوات، برای داشتن ستون فقرات سالم و پایین‌تنه قوی حرکت اسکوات توی برنامه تمرینتون باشه. برای انجام این حرکت صاف بایستید، پاها رو بیشتر از عرضشون باز کنید و با صاف نگه داشتن ستون فقراتتون تا جایی که رون با زمین موازی میشه آهسته بنشینید. به موقعیت اول برگردید. فقط یادتون باشه توی این حرکت زانوهاتون خیلی جلو نیاد. 4. پرس در حالت ایستاده، ورزش در خانه با دمبل. تمرین‌های ترکیبی که از مفاصل و عضلات چندگانه استفاده میکنه برای افراد شاغل خیلی مناسبه، چون که در یک تمرین از چندین قسمت بدن کار کشیده میشه. پرس ایستاده یک حرکت ورزشی ساده و عالیه که میتونید حین تمرین عضلات سرشونه همزمان پشت و ستون فقراتتون رو هم درگیر کنید. فقط دمبلی که برای این تمرین استفاده میکنید سبک باشه، چون فشار زیاد نتیجه عکس روی ستون فقرات میده. 5. دمبل با پشت خمیده، برای انجام این حرکت از دمبل های سبک استفاده کنید. به سمت جلو تا زاویه 45 درجه خم بشید و کمرتون رو به هیچ عنوان قوس ندید. بعد از اینکه توی موقعیت مناسب قرار گرفتید وزنه ها رو طوری که عضلات پشتتون درگیر بشن بالا بیارید و آهسته به حالت اول برگردید. آرنجتون رو حین این تمرین کمی خم کنید و روی انبساط و انقباض عضلاتتون تمرکز داشته باشید. 6. ددلیفت تک پا، حرکت ددلیفت تک پا یکی از دیگر تمرینات تعادلیه که به ثبات و قدرت پا نیاز داره. برای انجامش یک دمبل سبک بردارید، زانو رو کمی خم کنید و در حالت لگد زدن یکی از پاها رو صاف به عقب ببرید و دمبل رو تا سطح زمین پایین بیارید و به آرومی به حالت اول برگردید. به ترتیب پاهای چپ و راستتون رو تمرین بدید و بین ست‌ها خوب استراحت کنید. 7. حرکت برپی، حرکت برپی یکی از موثرترین حرکات بدنه که بدون هیچ امکاناتی قادر به انجام دادنش هستید. این حرکت یک حرکت کششی تعادلی به شمار میره و یک حرکت ترکیبی عالیه. این حرکت مفید با برانگیخته کردن تعداد زیادی ماهیچه از گردن تا مچ پا یک حرکت استقامتی به شمار میره و سلامت قلب و عروق رو تضمین میکنه. 8. پلانک یک طرفه، شما در حرکات تعادلی روی ارتباط مغز و عضلات متمرکز میشید و حرکت رو طوری کنترل میکنید که به صورت کامل و مؤثر به انجام برسونید. پلانک یک طرفه از این دسته تمریناته که به شدت روی ستون فقرات متمرکزه و در بلند مدت باعث تقویت عضلات نگهدارنده ستون فقرات میشه. البته پلانک ها رو با هم کار کنید نتیجه بهتری میگیرید. 9. دراز و نشست، ورزش در خانه برای لاغری شکم. ورزشی بهتر از دراز و نشست برای تقویت عضلات شکم نداریم. البته این حرکت رو به چند روش مختلف میتونید انجام بدید. فقط
فقط یه محدودیت وجود داره، اونم اینه که اگه کمردرد دارید به هیچ عنوان دراز و نشست کامل نرید. به جاش از حرکت کرانچ استفاده کنید، به این شکل که فقط قسمت بالایی بالاتنه و شونه هاتون از روی زمین بلند بشن. 10. پل باسن، ورزش در خانه برای تناسب اندام. حرکت پل باسن به طور موثری روی عضلات پشت بدن کار میکنه و باعث فرمگیری باسن هم میشه. برای انجام صحیح این حرکت به پشت روی زمین دراز بکشید، زانوها رو خم کنید و کف پاتون رو روی زمین قرار بدید. دستها رو هم در موازات بدن روی زمین بذارید. حالا با فشار پاشنه پا باسنتون رو از روی زمین بلند کنید و بعد از 2 ثانیه مکس به حالت اول برگردید. دوستای عزیزم، ورزش رو توی برنامه روزانه‌تون داشته باشید. حتی اگه نتونستید فقط چند حرکت ساده بزنید که دوپامین مغزتون رو حداقل تامین کرده باشید. این کارتون باعث میشه به ورزش عادت کنید. حالا شما به ما بگید که دیگه چه حرکتی مناسب محیط خونه است و شما انجام میدید. عادتی بهتر از ورزش نداریم. پس منتظر نمونید و همین الان شروع کنید.